some requirements which is necessary to write a research paper, and we should always consider these requirements. They are very important. بعض نیازهایی که برای یک کانفرنس پیپر و برای یک ژورنال پیپر نیاز هست کدام است دوستا؟ در کانفرنس پیپر ما حتمی است که باید یک ابسترکت داشته باشیم، پیش گفتار. در سکان کیوردز باید داشته باشیم، کلید واژه ها را باید در مقاله خود جاگزین بسازیم یا مقاله ما دارای کیورد ها بوده باشه. دیگر ریسرچ پرپوز هست، هدف تحقیق ما را در تحقیق خود بگنجانیم، اما مقاله را که ما ارائه میکنیم این موضوعات را باید دارا باشه. دیگر موضوعی که نیاز هست ریسرچ اپروچ هست. موضوع دیگه که نیاز هست ریزلت اند کانکلوژن هست و رفرنسز اند اپندیسز. این موضوعات حتمی هست که ما میتود تحقیق خود را برش اضافه میکنیم، یک نتیجه گیری می داشته باشیم، در مورد نتایجش صحبت میکنیم و منابع را میرسانیم. منابعش حتمی هست. اما اپندیسز یا ضمایم الزامی نیست دوستان. اگر خواسته باشین میتونین اضافه بکنین به خاطر غنی ساختن مقالات خود. اگر نخواسته باشین مشکل نیست شما ضمایم را ارائه بکنین. اما در ژورنال پیپر مواردی که نیاز هست ابسترکت ما داریم، کیورد را داریم، پیشگفتار و کلید واژه هاست، اکنالجمنت اگر خواسته باشین اپشنال هست، میتونین یک اکنالجمنت سپاسگزاری یا سپاس نامه شکل یک مورد را نوشته بکنین. دیگه اینترودکشن می داشته باشیم، اما در کانفرنس پیپر معمولا ما اینترودکشن نمی داشته باشیم، اما برای ریسرچ پیپر ها اینترودکشن حتمی هست. لیتریچر ریویو می داشته باشیم، پیشینی تحقیقش. ریسرچ متدولوژی یعنی میتود تحقیق خود را باید نوشته بکنیم، نتایج کانکلوژن ریزالتش خود نوشته بکنیم و اگر ریکامندیشن هایی داریم، سفارشات داریم باید بگنجانیم. دیگه منابعی که ازش استفاده شده این منابع را باید منظم و شکل اساسی ارائه بکنیم. Appendices also optional here. If you are going to provide appendices you can, otherwise it is not important to provide that. و اگر خواسته باشین میتونین ضمایم داشته باشین، اگر نخواسته باشین حتمی نیست. یک چیز را خاطر نشان بسازیم، این موضوعات عمدهش هست. بعض مقالات نظر و ساختارهای خود شاید موضوعات متفاوت و متنوع از شما خواسته باشه، شاید بخواید. بعضی کنفرانس ها اغلبا اینترودکشن از ما میخواید که میگه یک اینترودکشن باید داشته باشید، اما به شکل عمده زیادتر امی ریکوایرمنت ها را، امی نیازها را ما در مقالات خود می داشته باشیم.